سلام، اومدیم کینز بخوریم. بفرمایید. کینز مرغ سوخاریه و سیب زمینی و سالاد و سس و یعنی به سسش خیلی معروفه در این سسش و توستشه. کلا می‌خواستم اینو بهتون بگم که این رقابت سرسخت داره با KFC و واقعا انصافا از KFC خیلی خوشمزه تره و خیلی هم محبوب تر شد. خیلی بهتره. خیلی بهتره. این سس مخصوصشه. و شما میتونم اکسترا توست بگیرین اگه سالاد بخواین. برای من چنگال نیاوردی. چنگال می‌خواین؟ آره. این زمینیشو با سسش خیلی شوره. سسش شور نیست. این دو سری داره میگه شوره. قبلا شور نبود. درکی باشه. چرا شور بیزنن؟ ولی من سالادش مثل سالاد KFC. سالاد کلم و مایونز هست. من میکنم بزنیم. از این نبود؟ نه میکنم. تو هم یکم بیایی جلو بی؟ حالا بریم فیله مرغش امتحان کنیم. اینجا فقط فیله میفروشن. نه چون من یه روز از برگر چقدر خوبه. هر دو تا من الان میام. داشتم امتحان میکنم دوربین رو چرخوندیم. خیلی خوبه است. بخور داری خوب. بچه ها اگه شما هم سالاد نمیخواین میتونن اکسترا توست بگیرین. توستش با کرز خیلی خوبه. دیانا به عشق توست و سسش میگیره ولی خدایی هیچ چیزی تو کچاپ نمیشه با سیب زمینی. میخوای؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یه جوری نگاه میکنی انگار براتون نخریدم. میدیدم چرا؟ میدیدمش چون تو گفتی تو گفتی همه چی با سس کچاپ میاد رایت؟ تو گفتی همه چی با پیتزا میاد رایت؟ نه با کچاپ رایت؟ کندی با کچاپ میاد؟ کندی با کچاپ امتحان نکنم ولی شاید بیاد. من کیک با کچاپ ترای کردم. کیک با کچاپ خوشمزه بود؟ داشت چیزی ترکیب کردید که خیلی بدمزه شد. من هیچ چی امتحان کردم که خیلی نبود. خیلی مثلا یه چیزی رو میکس کردی خیلی بد شده. Probably actually یه چند تا دارم. چی؟ اگر پیکل با خیارشور باشی؟ ساس خوشحاله خیلی خوبه. اونم مثلا پیکل با کچاپ مثلا نوشابه رو بعد اینکه مثلا یه چیز فلفلی خوب بخورید نوشابه رو بخورید خیلی بده. طعم خیلی بدی میده. یا مثلا مسواک بزنید بعد نوشابه بخورید چیز گازدار بخورید. شما تا حالا ساندویچ پفک خوردی؟ ساندویچ پفک که نون رو باز کنی توش کچاپ بریزی پفک بذاری داخلش با هات سس بخورید. خیلی خوشمزه میشه. برای کچاپ هم نظر تا هات سس و لیمو واقعا خوشمزه میشه. بعد براتون درست میکنم. بری کجا؟ چی کار کنی؟ امخوام رو ببینم. امهات رو ببینیم؟ اونا دختر امهاتن. اونا امهات نیستن، اونا دختر امهاتن. بهت خوش گذشت اونجا؟ ولی منظرم بود اما نخوره اما دیده گفتن امه. و بعدش چیزا بهت خوش گذشت اونجا؟
برم همه باندشون یه چیزی کشه کن همه ندیده من یه چیزی بافتانی کنیم. من غذام تموم شد. آدریان چقدر مونده از غذاش؟ خوشمزه نیست. همون یه خوش. چرا؟ خوب بود. دوست نداشتیم. شوره؟ راست میگه سوزش شوره. بیارن خانم میقمون. ولی من دیگه من چون ریجیمم سعی میکنم زیاد نخورم. وقتی غذاتون اضافه میاد چی کار میکنید؟ تو دو باکس میگیرید. اصلا کار زشتی نیست. بابت این غذا پول دارید و اگه شما این نبرید میره تو زباله. در نتیجه میبره خونه. اگه گرسنه‌تون شد دوباره میخورم. داری میخوری یا نخورم؟ چرا سه تا بردی؟ 2 تا میخورم. کاش یه دوره کیزه. برو بهش بگو یه دوره بگ بخوره. نمیخواد میگیم دست کنم. بای خدای من خسته میشه.